اخبار تازه نگرانی‌های طالبان از اوج اختلافات داخلی. ملا برادر: اطاعت یک اصل ذاتی در امارت است که در هر شرایطی ادامه می‌یابد. تلاش طالبان برای بیرون شدن از انزوا. مجاهد میگوید آماده تعامل با جهانیم. وزیر خارجه آمریکا میگوید طالبان کنترل کامل بر افغانستان ندارد. و طالبان در واکنش به نشست ویانا: افغانستان پس از طالبان وجود نخواهد داشت. سلام و وقت بخیر همراهان گرامی. همزمان با نشر گزارشات از اوجگیری اختلافات درونی مقامات ارشد گروه طالبان، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی این گروه، با نگرانی از وضعیت موجود و روحیه دادن به طالبان ملکی و نظامی میگوید اطاعت یک اصل ذاتی در امارت است که در هر گونه شرایط ادامه می‌یابد. دفتر رسانه‌ای معاونیت اقتصادی گروه طالبان روز پنجشنبه دوم هود با صدور اعلامیه گفته ملا عبدالغنی برادر آخوند در مراسم افتتاح تعدادی از پروژه‌های بزرگ خیریه و تجارتی و همچنان نهادهای تعلیمی عزیزی گروپ در کابل سخنرانی کرده است. وی ادعا کرده روابط تجارتی و دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف روز به روز در حال گسترش است که در آینده نویدهای خوش بیشتری خواهیم داشت. او افزوده اطاعت و احترام یک اصل ذاتی در امارت اسلامی است که در هر گونه شرایط ادامه خواهد یافت و تمرکز امارت طالبان بر تطبیق شریعت، آبادانی کشور و رفاه ملت است. این گفته‌های ملا برادر در حالی مطرح است که اخیراً برخی از اعضای ارشد طالبان از برخی فرمانهای رهبر غایب این گروه سرپیچی کرده و آن را خلاف شریعت و ضد منافع ملی خوانده است. ملا عبدالغنی برادر در این نشست از جامعه جهانی خواسته که به تعامل مثبت با افغانستان روی آورند، زیرا اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی به نفع هیچ طرفی نیست. تاریخ جهان ثابت کرده که فشارها هرگز راه تعامل و ارتباطات را هموار نمی سازد، بلکه ملت‌ها و کشورها را از هم دورتر می کند و همه از مسیر اصلی روابط مناسب می ماند. بهتر است که برای روابط و تعاملات متقابل در چارچوب اصول پذیرفته شده راه‌های مناسبی انتخاب شود. طالبان گفتند عزیزی گروپ در کابل کار عملی چندین پروژه از جمله شفاخانه معیاری 400 بستری برای درمان امراض سرطانی، زایشگاه 200 بستر برای حمایه طفل و مادر، مکاتب معیاری، انستیتیوت نرسینگ، دانشگاه طبی و پروژه تولید 200 مگاوات برق را آغاز کرد. تلاش طالبان برای بیرون شدن از انزوا. مجاهد میگوید آماده تعامل با جهانیم. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، میگوید این گروه آماده تعامل با کشورهای جهان در چوکات منافع ملی است. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان که در بهره برداری از یک بخش تازه از شفاخانه سردار داود خان شرکت کرده بود، گفت در سایه منافع ملی با جهان تعامل می‌کند. مولوی محمد یعقوب مجاهد گفت در مواردی که با منافع ملی تضاد نداشته باشد ما آماده تعامل با همه کشورها هستیم و تعامل می‌کنیم. ما یک بخشی از این جهان هستیم و می‌خواهیم که با دنیا زندگی کنیم. وزیر دفاع طالبان در حالی از آمادگی برای تعامل با جهان صحبت می‌کند که با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت این گروه بر افغانستان تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. این مقام طالبان همچنان گفته است این گروه از کادرهای داخلی پشتیبانی می‌کند، در حالی که در 3 سال گذشته صدها کادر متخصص کشور را ترک کردند. آقای مجاهد از افغان‌های مقیم خارج از کشور خواست که برای سهم گرفتن در بازسازی افغانستان به کشور بازگردند. مولوی محمد یعقوب مجاهد افزود درخواست ما این است که به کشور خود بیایند و به مردم خود خدمت کنند. او افزوده درست است که در آنجا معاش شما بالا است، سهولت‌های بیشتر دارید و راحت‌تر هستید و این هم درست است که شما برخی ملاحظاتی دارید، ولی این یک هدف بزرگ است.
مسئولان وزارت دفاع اعلام کردند بخش جدید شفاخانه سردار محمد داود خان که در حکومت پیشین از سوی نیروهای ناتو و عنوان پایگاه نظامی کار گرفته میشد با هزینه 2 میلیارد افغانی به یک شفاخانه مجهز با ظرفیت 100 بستر تبدیل شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید طالبان کنترل کامل بر افغانستان ندارد. وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با کاترین هریج روزنامه‌نگار کانادایی آمریکایی نسبت به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داد و تسلط کامل طالبان بر این کشور را زیر سوال برد. روبیو در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از حضور القاعده و داعش در افغانستان گفت وقتی که حکومتداری در منطقه مورد مناقشه قرار گیرد و حکومت نتواند کنترل کامل سرزمینی داشته باشد، این وضعیت فرصتی برای این گروه‌ها ایجاد می‌کند. او در این مصاحبه که روز پنجشنبه نشر شد همچنان گفت تفاوت وضعیت کنونی با 10 سال پیش در این است که نیروهای ایالات متحده برای هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی در منطقه حضور ندارد. وزیر خارجه آمریکا گفت طالبان در برخی از موارد که برای آنها گفته شده به دنبال داعش و القاعده در بخشی از افغانستان بروند همکاری کردند. با این حال مارکو روبیو تاکید کرد طالبان در برخی از موارد مشابه چندان همکاری نکرده است. روبیو گفت وضعیت کنونی در منطقه را با وضعیت قبل از حمله 11 سپتامبر مقایسه نمی‌کند، اما شرایط جاری به مراتب نامطمئن تر است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد نگرانی از سربلند کردن گروه‌های تروریستی تنها به افغانستان خلاصه نمی شود و نگرانی‌های جدی درباره سوریه وجود دارد. روبیو گفت بسیاری‌ها به خاطر اینکه بشار اسد دیگر در سوریه در قدرت نیست خرسندند، اما در حال حاضر حدود 8000 عضو داعش در زندان‌های سوریه نگهداری می‌شوند. او هشدار داد اگر بی‌ثباتی منطقه منجر بر رهایی آنها از زندان شود، چالش بزرگتر به وجود خواهد آمد. وزیر خارجه آمریکا گفت گروه‌های تروریستی پیوسته به دنبال استقرار در مناطق خارج از کنترل دولتند تا از آنجا بتوانند برای بی‌ثبات‌سازی منطقه برنامه‌ریزی کنند. و طالبان در واکنش به نشست ویانا افغانستان پس از طالبان وجود نخواهد داشت. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در واکنش به 5مین دور نشست روند ویانا تاکید کرده است که افغانستان پس از طالبان مفهومی ندارد و این گروه حکومت خود را حفظ خواهد کرد. فطرت روز پنجشنبه 2 اود در نشستی در کابل شرکت کنندگان نشست ویانا را چهره‌های ناکام حکومت پیشین خواند و ادعا کرد که طالبان همان گونه که در 2 دهه گذشته در برابر نیروهای خارجی جنگیدند، رژیم خود را حفظ خواهند کرد. او بدون اشاره به نام گروه خاص برخی جریان‌ها را متهم کرد که به دنبال ایجاد ناامنی در افغانستان هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 1 روز پیش شماری از جریان‌های سیاسی، فعالان مدنی و فرهنگی، زنان و مخالفان طالبان در نشست ویانا درباره آینده افغانستان پس از طالبان و ترسیم نقشه راهی برای خروج از بحران کنونی بحث و تبادل نظر کردند. از توجه شما سپاس. وقت بخیر.